Ladies and gentlemen خانم ها آقا ها بهنور بایو سلام علیکم اچکا راتکا پروگرامت بود چاهه یک مسابقه مهیج و جذاب کی میخواست میلیونر بشه یک مسابقه پرسود برای تمام شرکت کنندگان شرکت کننده امشب ما کیه که میخواست میلیونر بشه بله این شما و این دومینیک دومینیکن از پاریس دومینیک تمہارا کام کیا ہے یعنی شغلت چیه؟ در حال حاضر بیکارم ولی قبلا وزیر خارجه فرانسه بودم. آها دلال امور خارجه فرانسه. Ladies and gentlemen دومینیک دوویلپن دلال ورشکسته امروز شرکت کننده این مسابقه است. ببینم دوویل تو مگه وقتی وزیر خارجه بودی میلیونر نشدی که حالا اومدی تو این مسابقه؟ بالا شدنش شدم اما بعد همه چی برباد رفت. دومینیک وقت نداریم میریم سراغ اولین سوال اگه جواب این سوال بدی 100,000 یورو جیرینگی تو جیبته. سوال اول خانم آقایان توجه کنید خوشمزه ترین شیرینی ایرانی چیه؟ به کامپیوتر نگاه کن. A گز اصفهان B نخودچی C سوهان قم D باقلوا. بدبختی هم زیاد شد کمال اومد کنارم گفت من هوا تو دارم گفت باز یه چیزی کف دستش بذارم مخالفاشو از پا در بیارم گفتم خوراکمونه کودتا نقشمونه خرازی گفتش نفتا تو جیبمونه معامله کلونه خیلی به نفعمونه با یک بوی نفتش کرده ما رو دیوونه خرازی زده صدامون چی سفره رو برامون خرازی زده صدامون چی سفره رو برامون قانی کرمون انداخت زیر پامون سوهان قومی آوردش برامون. پاسخ C سوهان قم. آپ که یکین ہے؟ تو مطمئنی؟ بله مطمئنم. چتنی نهی کایگا آپ کچه جایگا. ببینیم کامپیوتر چی میگه. جیته بارکالله سوهان قم تو الان با جواب دادن به این سوال 100,000 یورو بردی یعنی میتونی تو قم یه مغازه سوهان فروشی باز کنی. حالا میخوای ادامه بدی یعنی کانتینیو یا میری قم؟ بابا دیگه ما رو قمم غا نمیدن من ادامه میدم. دومینیک دوویلپن باشه برو بریم سوال بعدی. کدوم حیوانه که تو ضرب المثل‌های ایرانی ازش بیشترین استفاده شده؟ A سوسمار B شتر C زرافه D شیر. گاز جنوب به ما رسید دو معشوقی دور را کشید من پریدم یهو تو هوا گفتم کمان بیا رقص پا یکی پشت من به گوش بود من خنگ حالیم نبود بعد از سرم پریدش همه حرفامو شنید از شانس بد چه بد اوضاع شد از شانس بد چه بد اوضاع شد از شانس بد چه بد اوضاع شد تو گوشش گفتم نگی به هیچی شطور دیدی ندیدی از شانس بد چه بد اوضاع شد از شانس بد چه بد اوضاع
اوضاع شد از شانس بد چه بد اوضاع شد تو گوشش گفتم نگی به هیچکی شطور دیدی ندیدی چه بد. پاسخ بی شتاق. مطمئنی؟ این آخرین جوابته؟ نمیخوای بیشتر فکر کنی؟ نه بابا، حوصله فکر کردن ندارم. اگه بخوای میتونی از تماشاچی‌ها کمک بگیری. دوبیلپن فکر نمی کنم کسی از اینها به اندازه من توی ایران بوده باشه. میل خودته. ببینیم پاسخ صحیح چیه. یه بسیحه، یعنی جواب درست داد. دوبیلپن بزن کف بیا بشکن، فقط یکی دوتا بشکن، فقط یکی دوتا بشکن. احسن جیت یه ضرب المثل ایرانی دیگه هم هست که میگه شتر سواری دلا نمیشه. شنیدی دوبیلپن؟ وی شتر سواری دلا به خصوص با یه مش آخوند و ملا نمیشه. نمیشه. تو مسابقه کی میخواست میلیونر بشم نمیشه شتر سواری دلا کرد. ادامه میدی یا میزنی کنار دوبیلپن؟ ما که هر طرف رفتیم خوردیم به دیوار. سوال بعدی رو بگو. شاید اینجا یه دقی به رومون باشه. اوکی حالا سوال سوم. اون چیه که هرچی بیشتر روش بکوبی صفر میشه؟ ای گچ، بی پنبه، سی خمیر، دی میخ. این شما و این دوبیلپن. اون کودتا یه روز تو ماه شوهر توی اوبر ریختم من 1300 مامور سیاه و خفن زدن در و شکوندن همه چی رو پاشوندن هر کی دید گفت مگه آخوندن. اون کودتا مثل یه فیلم اکشن بود به ماله ها یه جور ادای دنگ بود اون واسه ما نمایشی رو سن بود. خبرنگار آوردیم تو فیلم ها گفتیم بردیم دادیم به ملا فیلم و پولا رو خوردیم. ما تون به ملا بندیم زدیم زمین و کندیم چیزی جز یه میخ پیدا نکردیم. اون کودتا نمایشی رو سن بود به ملا ها یه جور ادای دنگ بود اون افتضاح فرو شدن تو شن بود. اون کودتا پاسخ دی میخ. اوکی ببینیم کامپیوتر چی میگه. جواب دی خانم آقایان یعنی میخ. خانم آقایان جواب درسته. باریکلا به تو. واقعا اگه تو هم وقتی نقش چکشو بازی میکردی میدونستی اون که میکوبی تو سرش محکم‌تر میشه کارت به اینجاها نمیکشی. خب میریم برای مرحله بعدی. دومینیک تا اینجا با مسابقه ما اومدی، از اینجا دیگه راه فراری نداری، باید تا ته مسابقه با ما بیای. سوال بعدی اینه که کدوم یک از گزینه‌هایی که تو کامپیوترت میمونی برای سلامتی مضرتره؟ من میخونم: A چربی، B قند، C دود، D نشاسته. همه کارام کش بود، بمب و سل و آب دوخت توی مشک بود. تو ریز رفتم و در و بستم، باز همه دین خالیه کف دستم. ای بابا روی ما شده سیاه، سر ما داره دود میده بالا. چرا همیشه من سیاه میشم؟ مصلحت دولتی شده افتضاح، دیگه چیزی نیست حالا تو دست ما. پرونده رو دست من حالا مونده، یه استخونه که گلومو سوزونده. ای بابا روی ما شده سیاه، سر ما داره دود میده بالا. چرا همیشه من سیاه
Merde. پاسخ سی دود. دود؟ درست شنیدم؟ آره درست شنیدی. گزینه سی دود. نه چی شد؟ اون موقع که دود و دمی را مینداختی و کمالی بود و بندی و بساطی و این حرفا، اون موقع دود مضر نبود. اما حالا چی شده؟ حالا دود از قندم مضرتره. اوکی کاش که جواب این سوال رو نمیدونستم، ولی بازم میگم دود. اوکی ببینیم کامپیوتر جواب درست رو چی مشخص میکنه. جواب سی رو مشخص میکنه. بله از کامپیوتر هم داره دود بلند میشه. دوبیل فن دود همه دود. اوکی حالا میرسیم مرحله آخر. میتونی هر چی بردی رو برداری دیگه این طرف هم پیدات نشه. اوکی؟ میشی بابا افنایا واسه ما بابا. من که تو رو میشناسم. تو واسه €1 بیشتر 100,000 تومن لق میزنی. خب میریم سر سوال آخر. از اوناست که خیلی دوست داری. اوکی سوال بعدی، سوال آخر واقعا خطرناک. اوکی روی اسکناس 1000 تومانی عکس چه کسی هست؟ اسکناس 1000 تومانی عکس چه کسی هست؟ A خامنه ای، B خمینی، C شیطان، D کفتار. نمیدونم. چی؟ تو نمیدونی؟ نه ما دیسکو دنسه. اوکی دلال میگه من نمیدونم رو پول ایرانی عکس کیه. اوله اوکی باور کن نمیدونم. نمیدونم. آها دوبیل تو دیگه کی هستی؟ اوکی میخوام با یک دوست تماس بگیرم. دوست؟ مگه دوستی هم برات مونده؟ وی میخوام در مورد این سال با شیراک صحبت کنم. شیرک. ببین دوبیل از اتاق فرمان اطلاع میدن که آب کا ملاقات شیرک سمنه. تو با شیرک ممنوع الملاقاتی. دوست که نداری. تو همدستا و شرکای قدیمیت ببین کسی رو پیدا میکنی یا نه. خب شاید جک استرا بدونه. من از اتاق فرمان میخوام که دوویل رو به جک استرا بس کنن. به نظر میرسه دوستت خوردن سوهان قمو به تماشای مسابقه تو ترجیح داده. خب فکر کنم این امکانو داری از دست میدی. اوکی بس شد. الو دوبیل؟ الو؟ من داشتم برنامه‌ات رو از تلویزیون دنبال میکردم. ای والا انفسکم، فکر نمی کردم که انقدر باهوش باشی. جواب سوالو بگو. اوه دوبیل تو که میدونی من اصلا پول ایرانی ندیدم. به من فقط نفت میدادن و چمدون‌های یورو. ولی زیاد ناراحت نشو. یک صلوات بفرست خودش درست میشه. خب اینم از بهترین دوستت. حداقل از امکان 50-50 استفاده کن دوبیل پن. باشه. خب کامپیوتر 2 جوابو براش حذف کن. جوابها خمینی و کفتار. کدومش درسته؟ چی شده؟ هنوزم نمیدونی؟ نو. البته راست میگه. فکر کنم الان انتخاب سخت‌تر شده.
عمر سابق مثل پاروی قایق شدم لاغر و کارم همه شد قصه و حق با اون بازرس بدبو همون پیر دروغ بود توی کافه های شانزلیزه ما زدیم مردو همه باد کنکامون شده پاره و پنچه نکرد هیچکی تو این دنیا دروغامونو باور دیگه اسمی ندارن که رو اونا بذارن یکی نیست به دراهی بشه چاره کارم برای من خسته رسید از راه یه بسته دیدم من پول ایرونی تو اون دسته به دسته پرید از لای پولا یکیشون یه ها بالا دیدم عکس امامو روی اون مثل هیولا پول افتاد توی فنجون امام گفت باریشه تر بزن تهمت پول شوی که لاکن بشه بهتر شدم یک دفعه راحت بهش گفتم اطاعت ولی شانسی نیاورد بازم این یکی تهمت پاسخ بی خمینی. اوکی پاسخ بی آخرین سوال و آخرین پاسخ ببینیم کامپیوتر چی میگه واو پاسخ بی درسته بارکالله 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 جیت راهه احسن आज आप हमारे प्रोग्राम से जीता हुआ आप किरगा करोड़पति हो गया आप میلیونر خانه نشین دوبین پند به این ترتیب شما برنده برنامه امروز ما شدید و میلیونر محسوب میشید I am a disco dancer I am a disco dancer چی شد؟ واسه من خوشحال شدی؟ نه خوشحالم که خودت با پای خودت تا اینجا اومدی و زحمت ما رو کم کردی کسی که تا اینجا بیاد جایزش $1 میلیون نیست جایزش اینه جاو جهنم سه خب اینم از سرنوشت کسی که میخواست اینطوری میلیونر بشه خب آیا کسی دیگه هم هست که بخواد اینطوری میلیونر بشه؟ بای بای که نرونه پرونده تو گلگیره بشکه های نفت از گرمون پایین نمیره بابا باختیم بعد این همه سال چیزی به جیب ما نماسیده آبرومون رفت و بند و بست از هم پاشیده بابا باختیم افشا کردن تو دنیا رو سوا کردن آنها رو افشا کردن تو دنیا رو سوا کردن مصلحت حکومت و زهر مارمون کردن از لیست در اومدن و جیگر ما رو خون کردن جز بستن پروندهشون راه دیگه نداریم این حکمیه که ما باید بهش گردن بذاریم
چیکار کردیم آخر شدیم بازنده این چیکار بود ما کردیم